قسمت اول ندانستنی های کشورهای جهان، تیشتین کمپ، افغانستان. میدونستید افغانستان یه منطقه به اسم بامیان داره که قبلا بودایی ها اونجا زندگی میکردن؟ اونجا پر از تندیس ها و آشیانه های مختلف که مربوط به اون دوره است. معروفترین بخش بامیان تندیس های اون هستن. از بین این تندیس ها معروفترین اونها 2 تندیسه که اسم یکیشون شهمامه با ارتفاع 35 متر و اون یکی 53 متر و با نام سلسال هستش که تو دل کوه و با دست خالی کنده شدن. تا سال 2001 این مجسمه ها بزرگترین تندیس های بودا در جهان و حتی بلندترین مجسمه سنگی دنیا بودن. اگه براتون سوال شده که چرا تا سال 2001 اینا بزرگترین بودن، دلیلش اینه که طالبان تو اون سال